فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده در رابطه با عمل جراحی زیبایی پرسن که بینیم زیاد زیبا نیست، اگر عمل کنم حرام یا اشکال نداره؟ میگن که زیاد زیبا نیست، نه یعنی زیبا هست در واقع اما زیاد زیبا نیست. من این عبارتی که نوشتن بخونم، بینیم زیاد زیبا نیست، اگر عمل کنم حرام است یا نه؟ اگر واقعا این گونه است که این زیبا هست منتها زیبا نیست، این عمل در واقع جایز نیست. اما اگر به صورت یک تشویه به اصطلاح چهره هست، یک عیب به اصطلاح چیزی که بر اثر تصادفی به وجود آمده باشه یا به صورت مادرزادی به اصطلاح انحراف بینی داشته باشه یا بیش از حد معمول یعنی مطابق با چهرهش نباشه و از نظر به اصطلاح عموم مردم به اصطلاح یک عیب شمرده بشه، اون حکمش جداگانه است. اما این که فقط میخواد مدل بینیش عوض بکنه که زیاد زیبا نیست میشه زیباتر باشه، این مجوز شرعی نمیتونه باشه، چه بسا که این زیبایی رو که فعلا دارید همین زیبایی رو هم شاید از دست بدید.